سلام بچه ها، مخلصم و چاکرم. خوش اومدین به چنل خودتون بچه ها، مخلصم. بچه ها، علی سلطانی خوشگل مشکل، من دکمه فرانسه رو بزنم که بریم ویدیو رو اینترو رو بگیرم. علی سلطانی که اومده توی تاجیکستان، اومده دریاچه تاجیکستان رو پیدا کرده. من ندیده بودم دریا داره تاجیکستان و رفته اون دریا رو پیدا کرده و یه سر زد و با رفیقای تاجیکیشو خیلی ویدیوی قشنگ و خفن آماده کرده که منم بهش ریاکشن میدم. خدا اگه دوست داشته باشی لایک کامنت حساب یادتون نره. بریم با ویلاتور آقا محمد علی عزیز این چند روزه هم همش ها ماشاءالله خوجند مهمون ایشون بودیم. توی خوجند مهمان داداش بودن. چه قایق خوشگلی. اینجا آب اون دریا. سلام، خسته نباشید. مخلصم. ارادت. خوبی شما؟ سلامت باشید. قربان شما. اینجا ویلای آقا محمد علی عزیز. بفرمایید شما. بفرمایید. این چند روزه مهمون ایشون بودیم و توی خوجند مهمون ایشون هستیم. بزرگواری کردن اینا. قایق وجود اسکیو. بفرمایید. ماشاءالله چه ویلای، واو چه خوشگله، چه گلکاریایی. آقا راستی راجع به خوجند خدمتتون بگم، خوجند میشه گفت یکی از باستانی ترین شهرهای تاجیکستانه از لحاظ خدمت. خوجند راست میگه، اصالت و خیلی با فرهنگ، خیلی قدمت داره. مثل باقی جای تاجیکستان خاص مهمون نواز و ویژه هستن. اینا فکر کنم چیزایی که باش آشپلو درست میکنن، درسته؟ اینا زیرش هیزومی. چقدر خوشگل، اینجا جای نان میپزن. چقدر زیبا. من هیچ بی‌نظیره. میشه گفتم وزن زیاد سوراخ میشه. چه بازی هایی داره. من عاشق اینام بچه‌ها که یه چیز نرمی هست میپری روش میره بالا، اینجوری میکنی پرت میشی بالا. خیلی بالا ولی خیلی سخته، خیلی، یعنی زانوهاتو داغون میکنی اگه بلد نباشی. به شما میگید قوره، این فکر کنم چاقال بادوم ما بهش میگیم. چاقال بادوم. بخورم به آره همون زردالو آفتابی. همون زردالو فکر کنم اولش چاقال بادومه. گلار لگد نکن له ندم. با اجازه. بسم الله بریم. آره دیگه همون چاقال بادوم خودمونه. با نمک بود می‌ذاریم. واو، من بچه‌های ایران عاشق این میون. عاشق یعنی چجوری بگم، اینجا مثلا به کیلو 1 میلیون تومان هم میرسه. 1 میلیون تومان یعنی چند دلار میشه؟ $10. یعنی توی به 1 کیلو میشه $10، نزدیک به $10، 8-9 دلار، $10 میشه 1 کیلو از همینا چاقاله میگیم بهشون. این خود رسیده بود، هستش الان سفت بود. رفقا بلکه دارن نماز میخونن، منم گفتم این نمازی تو سفر رو کبرم بزنم دیگه. اینجا کسی با کسی کاری نداره، شیعه هیچ سنی هیچ فرقی نمیکنه. دست بسته نماز میخونی، دست باز کسی بهت نگاه نمیکنه. خدا رو بپرست کافیه. منم نماز قولی رو گفتن، این فتوای علمای خودمون رو میخونیم. این دوستانم نماز خودشون کسی با کسی کاری نداره. چقدر زیبا بچه‌ها، چقدر زیبا. بچه‌های ایران چون اکثریت شیعه هستن دست باز نماز میخونن. علی سلطانی میگه که بچه‌ها وقت نماز شد، نماز خوندن، اهل تسننم، بالاخره دست بسته نماز میخونن. منم شیعه هستم، دست باز مدل خودم، مدل علمای خودمون نماز خوندم و اینجا کسی به کسی کاری نداره، چه شیعه باشی چه سنی باشی، اصلا مهم نیست. همه مسلمان‌ها با هم دیگه برادرن. همه ما بالاخره فارس هستیم، فارسی زبان هستیم و این چه زیباست که کنار هم با اون تفاوت‌های کوچیکی که داریم کنار هم به خوبی زندگی کنیم، یعنی عاشق هم باشیم. این زیبا و این قشنگه. روش 150 یاماها ماشاءالله. اوه اینو چند فرمود گرفتی؟
موتور 13000 دلار اکثری گرفت. موتورش فقط 13000. بفهمید. فقط موتورش 13000 چی 13000 چی؟ سامان دلار در محکم کنم یا همینجور باشه؟ باشه. محکم کنم یعنی ببندم یا جای مغازه میگم بساس میگم محکمه. همون محکمه ما 100%. واو 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 چه جایی چه زیبا. ببینید کلماتی که حدوداً نزدیک به 200 سال پیش اشیایی که وارد شدن حیواناتی که وارد شدن چون دیگه حدوداً نزدیک 200 سال پیش اینا میشه گفت ایران و افغانستان اصلا جدا شدن. بله بله. اسم گذاری ها تو اونا متفاوته. مثلا دارم میگم حیوانات خر باشه، گاو باشه، شیر باشه، پلنگ باشه، ببر باشه، عقاب باشه این از قدیم بوده. بله. این همه مشترک. آفرین دقیقاً. مثلا اگه یک حیوانی که جدید وارد شده مثلا چه میدونم شما بگو فیلمار میگن تو افغانستان ما میگیم بوقلمون. اینا دیگه اسمش متفاوته. میوه هایی که از قدیم بوده انگور مثلا سیب اینا همه مشترک. ولی خب میوه‌ای مثل انبه مثل موز که اینا تازه بله درسته. بالاخره باید اسم جدیدی داره. یا باقی این کشورها اینا متفاوته. همینطور خیلی چیزای دیگه مثلا اتومبیل ها، موتورسیکلت اینا نامگذاریش متفاوته. دیگه باقی چیزایی که از قدیم بوده چه میدونم کوه و دره و دشت و نه همه یکیه دیگه. دقیق داره راست میگه. یعنی خیلی خوب اشاره کرد. از قدیم اون کلمات فارسی که ما از قدیم داشتیم مثل همون شیر و پلنگ و اینا که از قدیم بوده کلماتمون یکیه. مثل خانه مثلا همه اینا یکیه. خب ولی اون چیزایی که جدید وارد زبان شده یعنی وارد کشور شده و هر یک اسم جدایی داره. مثلا مثل همین انبه و موز که قدیم نبوده. من یادم از بنده خدای شنیدم میگه که قدیما پدر بزرگم رفته حج موز آورده چند دونه موز آورده. تو ایران موز نبوده دیگه. من مادرم گذاشته بود تو یخچال داداشم از سربازی بیاد بده بهش تو یخچال گذاشته بود. من گندیده بود کل یخچال بوش گرفته بود فلان چون نبود. میخواست پسرش از سربازی میاد اونم موزو بخوره چون نبود. واقعا همین جوریه دیگه. چیزایی که جدید وارد شده هر کسی